بله، بازم خوش آمدین در این قسمت برنامه. امروز پنجشنبه است و خواستیم یک گروه موسیقی را با خود در برنامه داشته باشیم. باید یادآور شوم که انستیتوت ملی موسیقی کشور ما در هر زمستان اکادمی 2 ماهه می داشته باشند که استادای عزیز از ولایات و از کشورهای خارجی یعنی دعوت میکنن و در انستیتوت می داشته باشند. فعلا همچنان گروه موسیقی سالسا را با خود در برنامه داریم. از دست راست و طرف چپ به معرفی میگیریمشان و همه را خیلی خوش آمدید میگم به برنامه. جناب استاد محمد رسول عزیز با ما در برنامه هستند، در بخش تنبور نواز هستند و با ما همکار هستند در این قسمت. خانم‌ها از این دست چپ و طرف راست بانو رئیس‌گل، نسیمه جان، ریحانه جان، هما جان هستند و همچنان استاد ناصر سروش در بخش دنبوره همراهی من خواهد کردن و امروز ما شاهد آواز و موسیقیشان خواهیم. بسیار خوش آمدین از بامیان. خب میتونین شروع کنین. آهنگ اول تا ما بی‌صبرانه منتظر.
بله دوستای عزیز، گروه موسیقی شمامه سلسال، شمامه و سلسال نام دو پت بامیان هست. خب من اشتباه کردم. خب به هر حال گروه موسیقی سلسال بود که از ولایت بامیان آمده بودم و نخستین قطعه خود را تقدیمتان کردم. بدون کدام وقفه میریم سراغ وقفه نمیتیم. بله بدون وقفه میریم سراغ دومین قطعه. بسیار زیاد ما را بردین طرف آب و هوای بامیان زیبا، بامیانی که شاید مسلمان بسیاری آرزوی دیدارش را داشته باشند. خیلی سپاسگزار هستم که به برنامه آمدین و تشکر میکنیم از انستیتوت ملی موسیقی کشور ما که در این کار هماهنگی کردن همراه ما و گروه موسیقی سلسال را به برنامه ما دعوت کردن. از تک تک شما سپاسگزار هستم. بسیار خوش آمدین به برنامه. سلامت.